فتیش چیه، به انجام چه کارهایی و چه رفتارهایی فتیش گفته میشه. تمایل جنسی به هر چیزی یا هر اشیایی به غیر از اندامهای جنسی میگن فتیش. خب فتیش‌های مختلفی هم داریم، از پا گرفته تا به ناف و زنانه پوشی و خانم باردار و چادر و مو و زیر بغل تا به بوی بد پا. یعنی با اینا برانگیخته میشن، به قول خودمون تحریک میشن و ارضام میشن. خب این یه انحراف جنسیه. متداول ترین فتیش هم فتیش پا هست. از نگاه کردن و لمس کردن بهش برانگیخته میشن و گاهم به رضایت جنسی هم میرسن، یا اینکه دوستان حالت تناسلیشون از طریق پا تاچ شه. حالا یه عده از این طریق درآمد دارن. چه جوری؟ عکس پاشون رو میفروشن به کسایی که فوت فتیش دارن. چه زمانی تبدیل به بیماری میشه؟ زمانی که شما همسر یا پارتنر داری و فقط از این طریق برانگیخته و ارضا میشه که حتما باید به درمانگر مراجعه کنید. بهتره که قبل از ورود به یه رابطه یا ازدواج اگه فتیش خاصی داری، اگه فانتزی خاصی داری، با اون آدم در میون بذاری که وسطای رابطه یا وسطای ازدواج متوجه نشه و شوکه بشه. من بعد این مسائل این چنینی رو همینجا آپلود میکنم، پس سابسکرایب یادت نره.